شرک شاگرد دروغگو. رحیم. به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علیه یتوکل المتوکلون. بگو آیا درباره معبودانی که جز الله می پرستید هیچ اندیشیده اید که اگر الله زیانی برای من بخواهد آیا آنها می توانند زیان و آسیب او را از من دور کنند؟ یا اگر رحمت و بخشایشی برای من بخواهد آیا آنها می توانند رحمتش را از من باز دارند؟ بگو الله برایم کافی است و توکل کنندگان تنها بر او توکل می کنند. طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بگو چه کسانی شما را از تاریکی ها و خطرات خشکی و دریا نجات می دهد آنگاه که او را به زاری و نهان می خوانید و می گویید اگر ما را از این تنگنا نجات دهد حتما جزو سپاسگزاران خواهیم شد. بگو الله شما را از این تنگنا و از تمام سختی ها نجات می دهد ولی باز هم شرک می‌ورزید. چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون. آیا ذاتی که دعای درمانده را آنگاه که او را بخواند اجابت می کند و سختی و گرفتاری را برطرف می نماید و شما را جانشین یکدیگر در زمین می گرداند آیا معبود بر حقی جز الله وجود دارد؟ اندک پند میپذیرید. به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. و اگر الله ضرر و زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمیتواند آن را برطرف سازد و اگر خیر و منفعتی به تو برساند او بر همه چیز تواناست. ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
آنان که ایمان آوردند و دلهایشان با یاد الله آرامش می‌یابد، بدانید که دلها با یاد الله آرام می‌گیرد. سر کوی او مکان کن، بنگر که در کجایی. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه و دریافتند که در برابر الله هیچ پناهگاهی جز او نیست. بشناختم خدا را چو شناختم علی را. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. و آنچنان که سزاوار است الله را قدر ندانستند و روز قیامت همه زمین در مشت او قرار دارد و آسمان ها با دست راستش در هم پیچیده می شود. او از آنچه شریکش می سازند پاک و منزه است. به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بگو آیا به معبودانی که جز الله می‌خوانید توجه کرده اید؟ نشانم دهید چه چیزی از زمین را آفریدند و آیا در آفرینش آسمان ها مشارکتی داشتند؟ اگر راست میگویید کتابی که پیش از این نازل شده یا اثری از دانش پیامبران پیشین برایم بیاورید. علی ای حقیقت حق، علی ای ولی مطلق. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آیا اولیایی جز او اختیار کرده اند؟ ولی الله دوست و کارساز دوستان خویش است و اوست که مردگان را زنده می کند و او بر همه چیز تواناست. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. چرا که الله همان پروردگار حق و راستین است و او مردگان را زنده می‌گرداند و او بر هر کاری تواناست. تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. آنان دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای الله به خدایی گرفتند، حال آنکه تنها دستور داشتند یگانه معبود بر حق را عبادت نمایند که هیچ معبود بر حقی جز او وجود ندارد. از آنچه به او شرک می‌ورزند پاک و منزه است. همه عمر همچو شهری طلب مدد از او کن. ومن أضل ممن يدعو من
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. و هیچ کس گمراه تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به فریاد می‌خواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمیگویند و آنان از دعا و درخواست ایشان بیخبرند. که به جز علی نباشد به جهان گرهگشایی. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. به طور قطع کسانی که جز الله می‌خوانید و عبادتشان می‌کنید بندگانی مانند خود شما هستند. پس اگر راست میگویید آنان را بخوانید تا شما را اجابت کنند